سلام خدمت شما عزیزان. رامتین مجیدزاده مدرس سبک کنته کاراته هستم. امروز تکنیک های کمربند بنفش رو هم دست هم پا و دفاع رو خدمتتون ارائه میدیم. ان شاءالله که مثمر ثمر واقع بشه. اوس. اولین تکنیک کمربند بنفش، بریم روی گارد چپ سنسی لطفاً. اسپینینگ بک فیست. یه بار دیگه لطفاً. ریورس اسنپ پانچ، تکنیک دوم. ریورس اسنپ پانچ. ریورس رو به صورت نمایشی نشون میدیم و ضربه اسنپ پانچ رو به حریف وارد میکنیم. تکنیک سوم، نایف هند استریک. بله، یک بار دیگه لطفاً. با تیغه داخلی دست ضربه توی گردن حریف. دابل فارم بلاک، دفاع با ساعدای دست به سمت جلو. دابل فارم بلاک، ممنون. دفاع دابل فارم بلاک، دفاع با تیغه بیرونی دست. اوتساید نایف هند بلاک، عذرخواهی میکنم من اسم رو اشتباه گفتم. دفاع و با تیغه بیرونی دست. اسپینینگ ریورس فوت سویپ. اسپینینگ ریورس فوت سویپ با پای عقب. اوکی، مرسی. تکنیک دوم، واپلینگ راوند هاوس کیک با پای عقب به صورت اوریب ضربه پا رو میزنیم. راوند هاوس کیک رو. متشکرم. تکنیک سوم، جامپ بک کیک، ضربه با پای عقب. جامپ بک کیک. یه بار دیگه لطفا سنسی. متشکرم. اینساید کرسنت کیک، تکنیک چهارم با تیغه داخل پا. تکنیک آخر، اسپینینگ آوتساید کرسنت کیک، ضربه با تیغه بیرون پا. کاملا چرخش. یه بار دیگه لطفا سنسی بزنید با تیغه بیرون با. متشکرم از شما. اوس.